درود فراوان خدمت عزیزان پرورش دهنده اسب درشوری. با خودم داشتم فکر میکردم که بعد از سالار یک خیلی از قراهاش گل شدن و جانشین به حق، اما امروز جانشین سالار دو کدوم هست؟ من به 3-4 مورد بیشتر نرسیدم. اگه شما موردی هم سراغ دارین ممنون میشم زیر همین پست نام ببرید که در پست‌های آینده ازش نام ببریم. البته حرف جانشینی رو داریم میزنیم دوستان. جانشین به حق، شجره درست مادری، مادر بسیار خوبی داشته باشه، خودش رنگ و فنوتیپ عالی داشته باشه، حرکت عالی داشته باشه، مهمتر از همه کردهی خیلی خوبی داشته باشه که بتونه واقعا حرف از جانشینی بزنه. ممنون میشم اگه موردی سراغ دارید زیر همین پست نام ببرید، ما هم براتون